سلام، با پادکست ترکمن صحرا تیوی در خدمتتان هستیم. در هر قسمت از این پادکست به مباحثی از تاریخ، فرهنگ و یا اخبار مرتبط با مردم ترکمن پرداخته خواهد شد. با ما همراه باشید. در این قسمت مقاله تاریخی به تحقیق عبدالعظیم معمیزاده درباره جنید خان، یکی از سرداران عدالتخواه و دلیر ترکمن که در اوایل قرن 20 میلادی نام‌آوری کرده را روایت خواهیم نمود. منبع این مقاله کتاب خانها و سرداران ترکمن می باشد. قربان نظر سردار معروف به جنید خان فرزند خوجبای در سال 1862 میلادی در روستای بدیرکند از توابع شهرستان تاتا واقع در کشور ترکمنستان کنونی به دنیا آمد. او از ترکمنهای طایفه یموت و از تیره ارسقچی و از شاخه جنید است. پسران وی به نامهای اشی و ایمیر از جوانان شجاع و با غیرت بودند. جنید خان چندگاهی به عنوان قاضی و میراب در روستای خود مشغول به کار بوده است. اوایل قرن 20 میلادی خان خیوه برای تحکیم پایه‌های قدرت خود با حمایت دولت تزاری در زمینه آب، زمین و مالیات دست به رفرم می‌زند. مدتها پیش از این اصلاحات نیز ترکمنهای به سطوح آمده از سیاست استعماری روسیه دست به سلاح برده بودند. جنید خان در وضعیت اسفباری که ترکمنها در آن گرفتار بودند پا به میدان گذاشته و در وهله نخست خویشان و نزدیکان مسلح خود را به گرد خویش جمع کرده و عنوان سردار را کسب می‌کند. سپس گروه‌های مبارز کوچکتر را تحت امر خود درآورده و در مقاطعی نیز نزدیکترین اشخاص خود را برای اجرای عدالت مجازات می‌کند. جنید خان با چنین رفتارهایی زبانزد خاص و عام می‌شود. در روستای خود اجرای عدالت را بدون ملاحظه پایگاه طبقاتی پاسداری می‌کند. صحبت از عدالت جنید خان در بین مردم بسیار شایع است. در یکی از روایت‌ها چنین می‌آید: روزی شخصی از تیره اوشاق از ترکمن‌های یمود به نزدش آمده و چنین می‌گوید: 6 سال گله گوسفند ثروتمندی را چوپانی کردم. همسرم نیز در خانه‌اش کلفتی کرد. حالا بچه‌هایمان بزرگ شده‌اند. مبلغی برای سر و سامان آنها لازم دارم. نیازم را با ارباب در میان گذاشتم. او با بی‌اعتنایی و تمسخر مرا از پیش خود راند. جنید خان میگوید چرا زودتر نیامدید؟ فرد شاکی در جواب پاسخ میدهد راستش را بخواهید چون اربابم با شما نشست و برخاست داشت کمی واهمه داشتم. جنید خان از جایش برخاسته و با عصبانیت این جملات را ادا می کند: آزار و اذیت ضعیفان را بر نمیتابم. حتی یکی از چشمانم نیز خطاکار باشد آن را نمیپذیرم. هیچ گذشتی نسبت به او نخواهم داشت. اگر چنین است اربابت به خاطر طلب 6 ساله‌ات باید دخترش را به عقد پسرت درآورد. من چند نفر را به خواستگاری میفرستم. بابت طلب همسرت نیز سریعا اقدام خواهم کرد. فرد مظلوم در هراسی گنگ و مبهم گفته‌های خان را میشنود. جنید خان در ادامه سخنانش خطاب به وی میگوید: برو و در تدارک عروسی پسرت باش و مطمئن باش که احدی نمیتواند گوشه چشمی بد به زندگیت داشته باشد.
در سال 1912 الی 1913 میلادی خان خیوه به کمک دولت تزاری حملات سرکوبگرانه‌ای بر علیه ترکمن‌های معترض آغاز می‌کند. جنید خان با گردآوری نیرو به مقابله با آنها می‌پردازد. در این بحبوحه نه تنها ترکمن‌ها بلکه ناراضیان سیاست‌های خان خیوه نیز از جمله ازبک‌ها، قرقالپاق‌ها و قزاق‌ها از او حمایت می‌کنند. وی منافع مردم را با هیچ چیزی معاوضه نمی‌کند. در سال 1913 میلادی شمار گروه‌های مسلح ترکمن به 15,000 نفر می‌رسد. برخی حکومت‌های خارجی نیز با مشاهده توانایی‌های بالقوه جنید خان در اخراج روس‌ها از ترکستان از آغاز سال 1914 میلادی ابتدا آلمان و ترک سپس انگلیس و ترک به او کمک می‌رسانند. در سال 1916 میلادی سیاست‌های استعماری روسیه تزاری و ظلم و ستم خان خیوه نه تنها ترکمن‌ها بلکه ازبک‌ها، قرقالپاق‌ها و دیگر خلق‌ها را نیز به سطوح می‌آورد. خان خیوه حتی به نوامیس مردم نیز رحم نکرده و دختران بالغ را با زور و اجبار به قصر خود می‌کشاند. این موارد نیز به حرکت جنید خان تحرک بخشیده و هوادارانش را بیشتر می‌کند. وی مسائل مختلف را با درایت و عدالت حل و فصل می‌کرد. او علیرغم تندخویی‌هایی که در مواردی از او سر می‌زد، در مسائل دینی و مذهبی نهایت سعی خود را داشت. این به نوبه خود رابطه او را با روحانیون ترکمن حسنه کرد و همسویی و همراهی‌های بخش وسیعی از علمای آن زمان فرصت‌های بهتری را برای بیرون راندن روس‌ها از منطقه خیوه و دیگر نقاط ترکستان ایجاد می‌کند. مانع مهمی که جنید خان را از اهدافش دور می‌کرد خان خیوه اسفندیار بود. ازبک‌ها و قرقالپاق‌های بیشتری به شکایت از خان خیوه نزد جنید خان می‌آمدند. در سال 1916 میلادی ازبک‌های خجایلی برای طرح بعضی مشکلات خود به خیوه می‌آیند ولی اسفندیار خان آنها را بازداشت می‌کند. ریش سفیدان خجایلی به جنید خان متوسل شده و او نیز با بسیج 3000 نیروی رزمنده خیوه را محاصره و خواستار آزادی بازداشت شدگان می‌شود. زمانی که التیماتوم 24 ساعته جنید خان به نتیجه نمی‌رسد، حمله آغاز می‌شود. اسفندیار خان از قدرت ساقط و خیوه به دست جنید خان می‌افتد. ولی نیروهای روسی مستقر در منطقه با دخالت خود تاج و تخت را به اسفندیار خان برمیگردانند. جنید خان با وساطت روس‌ها با دریافت 60,000 منات عقب نشینی می‌کند. اعتراضات مردمی در مناطق اوج گرفته و معترضان ترکمن توسط نیروهای نظامی به فرماندهی ژنرال گالکین به شدت سرکوب می‌شود. قتل عام آن زمان هنوز هم در بین ترکمن‌ها به عنوان سال سیاه به نفرت یاد می‌شود. در پی سرکوب حرکت اعتراضی سال 1916 جنید خان به افغانستان رفته و در سپتامبر سال 1917 به خیوه باز می‌گردد. در بازگشت وضعیت جدیدی را مشاهده می‌کند. در خیوه حکومت موقت روسیه به همراهی اسفندیار خان علیه انقلابیون سرخ صف‌آرایی کرده بودند. زاویه جنگ‌های قبلی جنید خان علیه استعمار روسیه بود، ولی با هماهنگی‌های جدیدی که میان وی و نیروهای دولت موقت و اسفندیار خان صورت می‌گیرد، جنید خان با نیروهای ارتش سرخ وارد جنگ می‌شود. این دقیقاً در زمانی اتفاق می‌افتد که اسفندیار خان برای اداره امور به جنید خان نیاز شدیدی داشت. علیرغم اینکه اریکه تاج و تخت خیوه در اختیار خان قبلی بود، ولی در سالهای 1918 تا 1920 میلادی اداره امور خیوه عملاً در دست جنید خان بود. در هر بیکلیک یا فرمانداری نمایندگان مخصوص خود را داشت و با مأمورانی که نسبت به اجرای وظایف کوتاهی می‌کردند قاطعانه برخورد می‌کرد. به همین سبب امنیت در تمامی حوزه‌های عمومی برقرار بود. آدمکشی، غارتگری، دزدی، چپاول و طلاق‌های بیمورد در میان ترکمن‌ها تا حدود زیادی کم شده و از زندگیشان رخت بربسته بود. ریش سفیدانی که آن دوره را از نزدیک دیدند اظهار داشتند که امنیت در سراسر منطقه حاکم بود. در بهار سال 1918 اهالی تحت امر جنید خان در روستای بدیرکند برای نخستین بار از نعمت برق برخوردار شدند. سکه به نام جنید خان ضرب شد و سیستم مالیاتی برقرار گشت. همه این موارد نشان از تلاش آگاهانه وی برای ایجاد یک دولت مستقل ترکمن بود.
اسفندیار با برخی رفتارهای ناشایست اعتراضهای عمومی را سبب شده و در صدد خنثی‌سازی تدبیرهای مدبرانه جنید خان برمی آید. از این رو در 30 اکتبر سال 1918 به فرمان جنید خان اسفندیار در قصر نورالله بای به قتل می رسد. به جای ایشان سید عبدالله توره برادر کوچک اسفندیار به قدرت می رسد. ولی اداره امور دولتی همچنان در دست جنید خان باقی می ماند. او روابط دیپلماتیک با انگلستان، ترکیه، افغانستان، ایران، بخارا و دیگر نقاط ترکستان را حفظ می کند. در 25 ژانویه سال 1918 جنید خان در دورتگل علیه حکومت شوراها وارد نبرد شده و بدون نتیجه شکست می‌خورد. در 9 آوریل سال 1919 با حکومت شوراها در فرمانداری تاختا پیماننامه صلح امضا می‌کند. به دنبال این توافق ستاد فرماندهی نیروهای سرخ در ماوراءالخزر اعزام 700 سوار کمکی را از وی درخواست می کند، اما جنید خان چندان رغبتی برای رعایت این فرمان از خود نشان نداده و آن را منوط به رساندن اسلحه و ادوات نظامی می کند. همچنین با تعیین شرایطی از جمله اینکه نیروهای کمکی وی نباید با نیروهای مسلمان اوراس سردار و عزیزخان وارد نبرد شوند، از اجرای حکم شانه خالی می کند. نمایندگان دولت شوراها نیز از پذیرش درخواست‌های جنید خان امتناع می‌کند. به دنبال درگیری‌های شدیدی که بین نیروهای جنید خان و ارتش سرخ در روز 22 و 23 ژانویه سال 1920 رخ می‌دهد، نیروهای تحت امر وی با خانواده‌های خود به سمت بیابان‌های آقچاقویی عقب نشینی می‌کنند. در آوریل سال 1921 کمک‌های نظامی از جانب افغانستان به سرپرستی خان ایشان و از جانب ایران به رهبری شیخ سلگون به مقدار 3000 تفنگ، 54000 فشنگ، تعدادی پلمود و دیگر اقلام میرسد. در سال 1924 مجددا از افغانستان 270 بار شتر، اسلحه و ادوات جنگی میرسد. در ژانویه همان سال وی مناطق داشهوز، منقت، شابات، قازاوات و خانقاه را به تصرف درآورده و خیوه را تهدید می کند. اما پدافند قوی نیروهای سرخ وی را مجبور به عقب نشینی به درون بیابانهای قرقوم می کند. نمایندگان حکومت شوراها در قرقوم با جنید خان وارد مذاکره می شوند. قایقوف اتابای و ندیربای آیتاکوف نیز توجه خاصی به این مذاکره به عمل می آورند. در 4 آوریل سال 1925 کمیساریای خلقی شوراها اراضی تحت تملک و تابعیت وی را به رسمیت شناخته و برای نیروهای تحت امر جنید خان 5000 هکتار زمین زراعی در نظر گرفته و تا 3 سال از مالیات معاف و پرداخت مبالغ وجه نیز در نظر گرفته می شود. اما جنید خان تعهدات پیشنهادی را نمیپذیرد و عدم پذیرش این تعهدات نشان از درایت وی و رخدادهای وقایع بعدی و دیرتر اعدام قایقوف اتابای از بنیانگذاران جمهوری ترکمنستان به دست حکومت شوراها آن را به وضوح نشان می‌دهد. در سال 1927 میلادی مقاومت جنید خان در مقابل نیروهای سرخ در اطراف ایلانی با شکست به پایان می‌رسد. در پیامد آن در پایان ماه ژوئن سال 1928 میلادی با تعداد محدودی از نیروهای خود
از مرز ایران گذشته و در سپتامبر همان سال برابر با شهریور ماه سال 1307 شمسی با حدود 600 سرباز به حوالی استراباد حرکت می نماید و به ایران پناه می آورد. اما از تسلیم اسلحه خود به ایرانیان خودداری می کند. او 1-2 سال در نواحی مرزی ایران با قوای رضاشاه پهلوی درگیر بوده و سرانجام وی مجبور شد به افغانستان پناه ببرد. در آنجا در یکی از روستاهای ترکمن نشین هرات اقامت گزید و در سال 1317 شمسی برابر با 1938 میلادی در همانجا درگذشت. از نوادگان جنید خان از فرزندش اشی 2 پسر به نامهای عالم سردار و تویر در شهر هرات زندگی می کنند. فرزند بزرگ اشی به نام تایچا بعدها به ایران کوچ کرده در همانجا فوت می کند. 4 فرزند تایچا در حال حاضر در ایران به سر می برند. جنید خان در مواردی اگر تندروی‌هایی نیز داشته، مبارزاتش در مجموع عادلانه و در جهت عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی و اتحاد همه ترکمن‌ها و تلاش برای ایجاد یک دولت یکپارچه مستقل ترکمن بوده است. در تبعید نیز همراهان خود را محافظت و نام ترکمن را سربلند نگه داشته است. با تشکر از اینکه همراه ما بودید، این پادکست در کانال تلگرامی ترکمن صحرا تیوی تهیه گردیده است. لطفاً جهت شنیدن پادکست های بعدی ما در کانال ترکمن صحرا تیوی عضو شوید. ترسخ خيالنا شخرما حيتي شمايل والفما آدم داد آدم داد قريب لغم غمي كمل شكرمل عيالك لعطايل والفما آدم داد آدم داد آدم داد آدم داد نادن غرق ونروضي جدادر من معلوم ونيروضي جدادر بدنيا ملكني طول تندر صادر قسمتنا خاين والفا آدم داد